لروکس نمیگه. آیدا جون دوست خوشگلم، یادت دفعه پیش به سختی از عمو سمی قایم کردیم که دمیر اینجا رئیسه؟ آره. همه امشب میرن خونه یه دختره. اصلا فکر نکردی شاید یه چیزی بشه یکی موضوع رو باز کن و بهش بگی؟ مروه من چیکار کردم؟ من با این کارم لروکس رو بدبخت کردم که بالاخره فهمیدی. خدا رو شکر. من چه اشتباهی کردم. خب اگه تو بودی بهم هشدار میدادی. راست میگی. تو کجا بودی مروه ها؟ ظهر با بورا زدن بیرون، چه کار مهمی داشتین؟ بگو ببینم. یعنی چی؟ یعنی الان موضوع اینه؟ بذار اول اینو حل کنیم ببینیم چی کار کنیم. خب حالا چی کار کنیم؟ میخوای پیام بدیم بگیم مهمونی کنسل؟ نمیشه. اگه کسی نیاد خاله آسمان ناراحت میشه، فکر میکنه کسی لروکس رو دوست نداره. درسته. پس چی کار کنیم حالا؟ شب حرف زدن در مورد کارو ممنوع میکنیم، کسی که قبول نکنه نیاد. نمیدونم، خیلی ریسک داره. این چیزا اصلا با پیغام حل نمیشه. باید به همه تک تک هشدار بدیم. ابراهیم چی شده؟ میخواستم بپرسم میتونی زودتر از شرکت بزنی بیرون که با هم بریم برای لروکس هدیه بخریم؟ چی میخوای برش بخری؟ یه چیزی که لروکس دوست داشته باشه. میتونم ظرف 5 دقیقه بیام دنبالت. 5 دقیقه؟ 10 دقیقه دیگه. دمیرخان نیست نه؟ نه هنوز از جلسه بر نگشته. تا 10 دقیقه دیگه پایینم. نفهمیدم یعنی چی؟ میخوای وسط این بحران بزرگ منو تنها بذاری یا بری؟ اما راه حل رو پیدا کردیم، بقیهش با تو. در ضمن از تو بیشتر میترسن. داری شوخی میکنی نه؟ شوخی میکنی. کیکی که درست میکنین برای همه کافیه. کاش از هپی پای میخریدین. شما اصلا نگران نباشین آسمون خانم جون. من کلاسای کیک پزی رو گذروندم. نگران هیچی نباش. لروکس خیلی خوشحال میشه. خیلی خوشحال میشه. خیلی. سمی خانه الان یه خورده برین سمت چپ. یکم ببرینش بالاتر. اون شاخه بالایی رو ببینین اونجا. اون شاخه بالایی اینجا بزنم نه دیگه. نه اون یکی اون بالاتر. آره آهان. نه اونوریه، نه اینوری بالاتر. ای بابا اونوری بزن. بالاتر؟ آره آفرین. اما آره. ببین چیز نکن، دوتاشون رو با هم اینجا بزنم؟ میبر اونور. آره اونور گره بزن، پرچم قشنگ اینجوریشه. جدا کنم؟ آره جدا. اون پرچما از هم باید جدا باشن. اون پرچما رو ببین. اول اینو وصل اونجا کنم. وصلش کن. آی سمی خانه. ببخشید برو یه لحظه وایسا. بله من دیروز خیلی بد حرف زدم. ببخشید ازت پرسیدم چرا استعفا نمیدی. ندونسته یه حرفی زدم. ببخشید. نه بابا نازنین، منم عصبانی بودم. فقط میخواستم دعوا کنم که تو رو گیر آوردم دیگه. یعنی تو هم منو ببخش. یعنی دوستیم؟ البته که دوستیم داداش. این چه حرفیه؟ بیا دمت گرم. ایوه. انگار تو منتظر آیده‌ای. پس من بهش خبر میدم. من که خیلی گشنم بود. حالا من هیچی نخوردم گشنمه. تو چرا انقدر گشنته؟ منم هیچ خونه دیریم نخوردم. چرا؟ ترسیدی یه وقت چیزی تو غذاش باشه؟ منم بودم میترسیدم. یه جوری نگات میکرد انگار میخواست بخورتت. تو اونا رو بیخیال. خب گوشم با توه. بهم گفتی با هم غذا بخوریم و میخوای در مورد یه چیزایی با هم حرف بزنیم. لروکس یه لحظه. ببین من فهمیدم باشه، چون دروغ گفتی ناراحتی. به نظرم این قضیه رو اینقدر بزرگش نکن. تو میدونی که من به دروغ گفتم؟ یعنی تو دوتامون هم پشت سر هم دروغ میگی.
و هر دوتامون هم به این عادت نداریم. به خانوادت دروغ گفتیم و خودت بهم گفتی تو شرکت به کسی نگم که ما با هم همخونه هستیم. مجبور شدیم آلارا رو هم بپیچونیم. تو به خاطر من واقعیت رو نگفتی، منم به خاطر تو این کار شریکی. دوتامون هم نمیخواستیم اینطوری بشه، اما زندگی باعث شد که ما این کار بکنیم. دمیر، ما باید چی کار کنیم؟ باید مسیرمون رو ادامه بدیم. مشخصه که نمیتونیم همه چی رو یه روزه حل کنیم. امروز به اندازه کافی خسته شدیم. اگه تو شرکت کاری نداری مستقیم بریم خونه. من دیشب اصلا نخوابیدم و دلم برای تختم تنگ شده. حق داری. آدم دلش برای خونه خودش تنگ میشه. اتوبوسشون الان راه میفته. وایسا، لروکس داره زنگ میزنه. الو مامان جون، شما ترمینالی؟ داریم سوار اتوبوس میشیم لروکس جون، نگران نباش، باز میایم. ناراحت نشو باشه؟ باشه مامان جون، سفر خوبی داشته باشین. ببخشید این 2 روز همش ناراحتتون کردم، اما دفعه بعد که اومدین کاری میکنم فراموش کنین، قول میدم. باشه دخترم، میبوسمت، کاری نداری. ببین باباتم سلام میرسونه. مراقب خودت باش. تو هم سلام برسون. مراقب خودتون باشین. وقتی رسیدین پیغام بده، یادت نره. هر دوتاتون رو میبوسم. زود باش، به کارمون ادامه بدیم. خوبی؟ سرگرم دیریم خانم شدیم، مامانم اینا رو یادم رفت. یادشون افتادم، حالم بد شد. الان تو خونه جاشون خالیه. همیشه همین میشه. یعنی وقتی مدت زیادی نمیبینمشون عادت میشه، ولی وقتی یه بار میبینمشون دلتنگیم بیشتر میشه. از الان دلم براشون تنگ شده. دمیر، زنگ بزن بابات بیاد. مامانم اینا رفتن. لطفا مسائل مربوط به زندگی شخصیمو بذار به عهده خودم. دیگه هم اصرار نکن. پس نیومدنش ربطی به مامانم اینا نداشت، درسته؟ تو با بابات مشکل دیگه ای داری. لروکس، میشه این موضوع تموم کنی؟ زود باشه، اگه تموم کردی بریم. چیزی که نشده ابراهیم. یه صدای عجیب اومد، باید یه نگاهی بهش بندازم. تو یکم استراحت کن. آی راستش خیلی خوب شد. منم پاهم خیلی درد میکنه ابراهیم. خیلی محکم میگیری، به خاطر همونه. اون چیزی که میخواستیم بخریم تو استانبول پیدا نمیشد. متاسفانه فقط تو مزرعه هست. خودم کمک کردم به دنیا بیاد. ابراهیم نگو که میخوای اسب بخری. فکر خوبیه، دفعه بعد براش میخرم. خب این دفعه یه طول سگ کانگال بهش هدیه میدم. آی واقعا میگی؟ اما کارموک هست، همش میاد تو حیاتش. سگ محلشونه. خب پس اون به سگ ما محله رو نشون میده. همه چی رو به راهه؟ راستش مشکلی نیست، اما فکر کنم اینجا گیر افتادی. نه جونم، دیگه چی؟
ببین امشب کسی در مورد کار حرف نمیزنه. خب امشب شب لروکسه، هر کی حرف بزنه اوضاع حالشو در میاره. با این در میارم. باشه اینو فهمیدیم. ما چه هدیه‌ای براش بگیریم؟ به این فکر نکردیم داداش. من گل میخرم، یه هدیه استاندارد. منم میخوام یه بازی براش بخرم، اما مال من آماده است. اصلا قدیمی نمیشه. اوف من چی بخرم؟ موندم اینجا بهتون هشدار بدم، نتونستم برم بازار. دوستان دمیر خان زنگ زد، گفت امروز نمیاد شرکت. اوف خدا رو شکر. رئیس نیست، پس همتون میتونین برین بازار. اما فکر کنم لروکس هم نمیاد. وای اگه زودتر بره خونه چی؟ نتونستم از دمیر خانم بپرسم. نمیشه، نباید برم. ها؟ یعنی نباید بره. خب سورپرایزمون خراب میشه، باید جلوشو بگیریم. باید به آیدا زنگ بزنم. آیدا خب ما زودتر از اونا بریم مگه نه؟ بگیم سوپی داد بزنیم و بگیم. اوستا جون ما مثل تو یهویی نمیتونیم بریم یه جایی. خب آیدا جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ من الان قش میکنم. نترس مروه جون نترس، اما انگار یکم هول کردی. نترس، نگران نباش. عزمیه برو، شماها به لروک زنگ بزنین. تو جوابتون رو نداده بیخیال نشین. من چیکار کنم حالا؟ آیدا کجایی؟ لروکس فکر میکنه خانواده‌اش رفتن، داره با دمیر میره خونه. مشترک مورد نظر در دست. آی پیام با آیدا نمیره. لروکس هم در دسترس نیست. آره صدای بوق پیغام بگذار. بدوین میریم خونه لروکس. زود باشین زود باشین. حسن خانم شما کجایین؟ منو دیوونه نکنینا. لطفاً عصبانی نشی. باش بیا محل قرارمون. باشه من الان میام. روز بخیر. ابراهیم واقعا باور نمیکنم موندیم تو را. کاش موتور رو نگه نمیداشتی آخه. خب اونطوری تصادف میکردیم. آنتن نمیده. مگه جایی هم مونده که آنتن نداشته باشه؟ احتمالاً این تیکه آنتن نمیده. ابراهیم دیگه داریم خیلی دیر میکنیم. یکم دیگه تولد شروع میشه. هنوز به جایی که باید برسیم هم باشه نرسیدیم. هول نکن، الان یکی رد میشه. صبر کن. موتورسیکلت خراب شده. با ابراهیم تو راه موندی. یه جای بیرون از شهریم، اما نگران نباش، خودمونو برای تولد میرسونیم. و همه هشدار دادی دیگه نه؟ کسی در مورد دمیر حرف نمیزنه. خب مهمونی ساعت چنده؟ من نفسم داره بند میاد. اما تو به فضای بسته حساسیت داشتی. اینجا که فضا کاملا بازه. آیدا ما تو از اون جنگلی. نیست ابراهیم، تو نمیدونی من مروه رو تنها گذاشتم. اگه نتونه مشکل رو حل کنه بدبخت میشی. چیو نتونه حل کنه؟ آیدا آروم باش، توضیح بده ببینم چی شده. ابراهیم ببین لروکس از تولدش خبر نداره. آره عزیزم، اسمش روشه، سورپرایزه. باشه اما لروکس فکر میکنه خونوادش رفتن. یعنی فکر میکنه خونه خالیه. خب اگه با یکی بره تو خونه اون وقت دمیر یعنی چی؟ تو از کجا میدونی؟ چه ربطی داره عزیزم؟ گوشی منم آنتن نمیده. داری چی کار میکنی؟ باید به دمیر خبر بدم، نمیتونه بره خونه. تو میدونستی؟ اینو میدونستی که جفتشون توی خونه زندگی میکنن؟ آره اما تو چرا عصبانی شدی؟ خب تو هم میدونستی. اما من نمیدونستم که تو میدونی. تو میدونستی من میدونم. اینجوری نمیشه ابراهیم، به این نمیگن دوستی. لروکس باید به من میگفت. فقط تو، من و مروه اینو میدونیم، مشکلی نداره. نمیخوام بینمون راضی باشه. باشه عزیزم.
حالا تا راز دوستمون برملان نشده بیا زود بریم یه جایی که گوشمون آنتن بده باشه؟ ببین ممنونم که کمکم کردی هدیه بخرم. امیدوارم که خوشش بیاد. خوششانسیم که سلیقه نداره. آلارا باشه پیش تو آروم میمونم. مهمونی ساعت چنده؟ من دارم میرم به ملاقات حسین. حلالم کن. هنوز وقت داریم. اگه چیزی نخورم بیهوش میشم. بیا بریم اینجا، یه جایی رو میشناسم. بابا میگم اینجا پره چرا نمیفهمین؟ این تو پره. منم لروکس. خوبی؟ کمک لازم نداری؟ کمک نه، اما یه گوشی جدید لازم دارم چون که این خراب شده. این پات چطوره؟ درد میکنه. تو رو خدا وضع منو ببین. بگیر. بیخیال شو دیگه. واسه من آنتن نمیده تو چی؟ نه. آیدا آی پام یه چیزی رفت تو پام. خیلی درد باشه روش فشار نیار. بیا اینجا بشین. بیا مراقب باش، بهش فشار نیار. آی خدا. خیلی درد میکنه. آره درد میکنه. اوی خوبی؟ خیلی درد میکنه. خیلی خوب بیا. آروم مراقب باش، بهش فشار نیار. مراقب باش. خب خیلی درد داره. روش فشار نیار. راحتی؟ آنتن نمیده؟ نه. چون بالایی برای همین پرسیدم. هم آنتن نمیده، هم انگار گم شدیم ابراهیم. زنگ زدن و بیخیال، حتی به تولدم نمیرسی. اگه میدونستم وسایل کمپو با خودم میآوردم. آی نه، منو میذاری پایین؟ مراقب باش. آی ابراهیم نمیشه، من نمیتونم اینجا بمونم. شب اینجا خیلی ترسناک میشه مگه نه؟ از همه جا سوسک در میاد، گرگ میاد. ابراهیم تو رو خدا یه کاری بکن، من اینجا میمیرم. تو رو خدا یه کاری کن. باشه آروم باش آیدا. یه نفس عمیق بکش. نترس، من پیشتم. من اینجا آیدا. دوبله شده در استودیو جن. چی شده جوونا، گم شدین؟
موفق باشین اسن خانم، عرض ادب. چه ادبی؟ من همچین چیزی نمیبینم. من سعی میکنم کار شما رو حل کنم، اون وقت شما مثل ابر سیاه میایین و یهو غیبتون میزنه. نه بابا این چه حرفیه؟ اینطوری نیست. چطوریه؟ تعریف کن منم بدونم. ما منتظر چی هستیم؟ چرا براک خان پیداش نیست؟ از اون عملیاتی هم که حرف زدین خبری نیست. شما همیشه انقدر کاراتون رو آروم آروم انجام میدین؟ ها؟ البته که اون شرکت ورشکست میشه. چیزه اینه، امروز تولد لروکس خانومه. دمیر خانم امروز تو شرکت نبود، یعنی برای همین نگران نباشن. ما تو اولین فرصت. چرا من تولد دعوت نشدم؟ نه تو رو خدا، این چه حرفی آخه؟ دختره خبر نداره. یعنی همونطور که از اسمش پیداست میخواد سورپرایزش کنن، وگرنه همچین چیزی ممکنه آخه. پس چرا شما دعوتم نکردی؟ راستش چون مهمونی رو خانواده لروکس چیز کردن، برنامه ریزی کردن، تازه از سینوپ اومدن، خیلی آدمای بامزه‌ای هستن و چون اونا هم شما رو نمیشناسن چیز شده. عجب میبینی؟ بالاخره با خانواده های همتون آشنا میشم عزیز من. آره بگذاریم، قرار امسال اتفاقای خاصی بیافته. عالیه. رودخونه یا دریا؟ بله دریاست. داره آنتین میده. مروه جون تو راهی؟ چیزه آره هممون تو راهیم، هدیه‌مونم خریدیم. لروکسی هنوز نیومده ها؟ نه عزیزم، نکنه شما اومدین بیرون اما اون هنوز تو نه احتمالاً اون تو جلسه با یه مشتریه، ولی فکر کنم ما زودتر میرسیم. چیزی لازم ندارین اومدنی بخریم؟ ما همه چی آماده کردیم، شما سریعتر بیاین. میبوسمت عزیزم. میبینی؟ کار همه تموم شده اما دختر ما هنوز داره کار میکنه. رئیسش با دخترمون مشکل داره. سمی تو رو خدا باز شروع نکن. قبل مهمونی باز اعصابمون خورد نکن. نمیشه که یادمون رفت هدیه بخریم. همینجوری دستخالی اومدیم ابراهیم. عزیزم این که تولد واقعیش نیست، تولدش اواسط هفته است. هدیه‌شو اون موقع می‌خریم. باشه اما اومدیم مهمونی. الان همه هدیه خریدن ابراهیم، اون وقت همینجوری ما رو نگاه میکنن. اصلا از این کار خوشم نمیاد. سلام. خوش اومدی آیدا جون، خوش اومدی. ما اول اومدیم. مروه اینا هم تو راهن دارن میان. وای خب چی آوردین ها؟ کادوی تولد لروکسه. چرا زحمت کشیدی دخترم؟ کار خیلی خوبی کردن. اینو بده به من ببینم. بده. آها تو هم با من بیا آیدا جون، بیا تا اینا رو قشنگ بشوریم بعد بدیم مهمونا بخورن. آفرین بیا بریم. بیا خوش اومدی دخترم. خیلی دخترم بیا. سلام، خوش اومدی. سلام. بیا. بیا آیدا جون بیا. وای خیلی به هم میاینا. واقعا؟ پسر دوست پسرت دیگه نه؟ پس که اینطور دامپزشک ساکیز تو هستی؟ نه فقط دامپزشک چیچی، موسوتوسپا و کاراوک هستن. کاراوک؟
کاروک دیگه کی؟ سگ محله دیگه. وقتی میام اینجا به بقیه رسیدگی کنم میبینمش، به اونم رسیدگی میکنم. که اینطور خیلی خوبه. آفرین. ما مسئول حیوانای خیابونی هم هستیم مگه نه؟ پس کی میخواد به اونا رسیدگی کنه؟ من و تو. کار خوبی میکنی. آفرین آفرین. خوبه. اینم آخریش. عالی شدن. سلام لیلا. اونو نخورین. نگران نباش، قانون 5 ثانیه. در ضمن قبل خوردن فوتشم کردم. هی میخوام نگم اما یعنی چی پا شدی پریدی تو دریا لروکس؟ یعنی اصلا باور کردنی نیست. ساکت شو دمیر. به نظر من تو اصلا هیچی نگو، چون همه اینا تقصیر توه. این که گوشی جدید خریدی هیچ کدوم از اینا رو عوض نمیکنه. در ضمن پول این لباسا هم بهت میدم. تو خوشیات بپوش، خیلی بهت میاد. معذرت میخوام که گوشیتو انداختم تو دریا. منم تشکر میکنم که سعی نکردی از دریا نجاتم. یعنی چی؟ یعنی تو با اعتماد به من پریدی تو دریا؟ نه اما خب آدمی دیگه. در ضمن اگه من جای تو بودم نگران میشدم که نکنی یه وقت خفه بشی. تو نمیتونستی جای من باشی، چون که من به خاطر یه گوشی نمیپرم تو دریا لروکس. در ضمن انقدر از خودت مطمئن بودی که اصلا بهت نمیومد که بخوای خفه بشی. برای همین بنده کفشت بازه. باشه، ممکنه یکم ترسیده باشم. اگه نمیومدی بیرون میپریدم تو. شنا بلدی دیگه نه؟ میخوای یه جا وایستم حوله بخرم؟ به جای اینکه اینا رو بخری حوله میخریدی. اصلا هم خنده نداره. باشه نمیخندم. تو هم هنوز نتونستی با لروکس تماس بگیری؟ اوضاع چطوره؟ کسی در مورد دمیر چیزی نگفته؟ فعلا که کسی چیزی نگفته. ای خدا این شب تموم بشه، من دیگه هیچی نمیخوام. خوش اومدی عزیزم. سلام نازنین. چه خبر؟ سلامتی، شما چه خبر؟ سلامتی، ممنون. خوش اومدی. ممنون. بفرمایید. چیزی که گفتم خریدم. قبل اومدن یه سر به محضر زدم، همه یه مدارک رو تحویل دادم. فردا کارمون حله. وای برو واقعا بچه غلط کنم اما اینجا همه میفهمن. عشقم چرا اینو بهم میگی؟ منم خودم رو به زور نگه داشتم. باشه پس من میرم. آره برو. دستتون درد نکنه لیلا خانم. نوش جون محرم. سلام. کدوم اتاق؟ کدوم در؟ عکسا کجاست؟ آها خودت داری میای. باشه. آره. پس اینا کجا موندن؟ گوشی دمیر هنوز خاموشه. پیامم فرستادم اما گوشی لروکس هم هنوز خاموشه. دیگه دارم نگران میشم ابراهیم. شاید نمیخوان مزاحمشون بشیم. نه جونم، اصلا فکر نمی کنم. ممکنه؟ ابراهیم همچین چیزی ممکنه؟ چرا نشه؟ امروز هوا بوی عشق میده. شاید هم فقط ما این هوا رو تنفس نمی کنیم. چقدر خوشگله. گل آوردن. آی چقدر قشنگه. براتون آرزوی شادی و سلامتی دارم. اسن خانوم. وای خیلی خوشگله. کی این گلو فرستاده؟ اوه فرخان، شما هیچی نخوردین، بفرمایید. ممنون، من اصلا اشتها ندارم.
خان اگه سوء تفاهم نشه میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ لطفا نپرسین عزمیه خانم. اما این به خاطر خوبی خودتونه. حالا که اصرار میکنین بفرمایید. میگم که این پاپیونو درش بیار ببینم چطوری میشی. درش بیار. چیو در بیارم؟ پاپیون؟ میشه اینو بگیری؟ دارین چی کار میکنین؟ یه لحظه وایسا فرخ وایسا صبر کن میخوام ببینم چطوری میشی. صبر کن. آها خواهش میکنم عزمیه خانم نکنین ولم کنین. خوب میشی نه ترس بابا نمیخورم ات که وایسا یه لحظه. آها میگم بقیه اشتباه برداشت میکنن. خواهش میکنم این کارو نکنین. عزمیه خانم. فرخ جون نمیای؟ چرا تولد این دختره رو تو خونه دمیر جشن میگیری؟ خونه دمیر؟ نه اینجا خونه لروکسه. ببینم تو چرا اینطوری فکر کردی؟ همونطوری که گفتم من خونه رو به همراه وسایلش خریدم. حتما برای یه مدت کوتاهی رفته. یعنی با توجه به اینکه وسایل آرایشی و شخصش هنوز اینجا مونده. ما بقیه وسایلش رو بعداً جمع میکنم. یکم عجله‌ای شد برای همین زود رفت. راستش من یه قسمتش رو جمع کردم اما نوبت به اونا هنوز نرسید. حالا را دمیر یه پرونده ازم خواسته بود. آدرس اینجا رو بهم داده بود. آها چون مدیر پروژه لروکس بود برای همین. خب از میاد برای من بفرست. حتما همینطوره. خوش اومدی. سلام. سلام. اونجا رو ببین. پسر بیچشم رو هم اومد. همه کارا رو انداخته گردن دخترمون. بعدش هم میاد جشن تولدش. بذار من حال این مرتیکه رو بگیرم. وایسا سمی بشین سر جات ببینم. میبینی که دوستشم کنارشه. نمیخوام امشب اوقات تلخی درست کنی. کدومشون بابای لروکسه؟ همونی که با نگاهش داره چاقو میکنه تو قلبم. آره واقعا خیلی بد نگاه میکنه. من ازت مراقبت میکنم. من الان میام. سلام عزیزم. سلام. من صاحب خونه سابق لروکس هستم. منم مشتری سابقشم. آلارا. فیروزه. از همینجا برو داخل سمت راست در دوم. اون تو هرچی عکس فیلم حافظه هرچی پیدا کرده همه رو جمع کن میار بیرون. هیچی نذار بمونه. خونه خیلی شلوغه. اگه یکی ببینه چی؟ من حواسم بهت هست. منتظر علامتم باش. آروم باش. برم به دمیر خان زنگ بزنم. اون وقت میفهمه که ما میدونیم. خب یه چیزی سرهم میکنم. میگم لروکس پیشتونه. هرچی تماس میگیرم جواب نمیده. ابراهیم بهش زنگ زد. گوشی دمیرم خاموشه. مگه ابراهیم میدونه؟ میدونه. مگه لروکس نگفت کسی چیزی نگیم؟ تو چرا سری رفتی به ابراهیم گفتی؟ نگفتم آروم باش. فقط ما سه تا میدونیم. همین. داد نزنیش کسی نمیدونه. باش. خیلی خوشبختم. از خودتون پذیرایی کنی. بیا عزیزم بیا. پس این دختره کجا مونده؟ چرا نمیاد؟ همه چی حاضره. چرا نمیرسه پس؟ باش عزیزم تو اصلا نگران نباش. من حواسم هست. اومدم بهت خبر میدم. خیلی خوب زود باش. برو دیگه برو. من رفتم. مشکل نگاه. داره فشارم میره بالا.
منم همینطور استرس گرفتم. وایسا علمی. اگه لازمه بریم دکتر. نه نمیخوام برم دکتر. گیر میدم باید آمپول بزنی. لروکس واقعا مثل بچه ها میمونی. باشه اینا رو بده من. بیا منو بگیر. آی خیلی درد دارم دمیر. بیا ببینم. یواش باشه آروم میرم. بایسا دمیر بایسا. چی شده؟ اوی من چرا یه جای کم عمق و عمیق فرض کردم و اونجوری پریدم تو آب؟ برو دعا کن برعکس عمل نکردی. ممکن بود شیرجه ماهی بزنی سرت بخوره به جایی. من بلد نیستم شیرجه ماهی بزنم. صبر کن کمکت کنم. باشه. وای دمیر وایسا. خب روش فشار نیار. چیکار کنم؟ چجوری راه برم؟ وای دمیر یه وقت نشکسته باشه. نه اگه اونطوری بود نمیتونستی دردشو تموم کنی. این دیگه چه شوخیه؟ شوخی نیست لروکس، ضربه خورده. بیا. از وقتی اومدی تو زندگیم همش دارم ضربه میخورم. من هیچ وقت اینجوری نمیشدم. من که آدم دست و پا چلفتی نیستم. مطمئنم نیستی. بیا. چرا میخندی؟ نمیخندم، رسیدم به پله. مراقب باشه وایسا. دوبله شده در استودیو جن. مراقب باش. اومد اونم بگو چطوری اومده. یه لحظه باشه. کلیدا تو کیفته؟ کیفتو پر کردی ها؟ هیچی نمیگم. دمیر یه لحظه وایسا. وضعیه دخترم؟ به سریال دمیرخان با خانوادهش خوش اومد. فیلم درامی که درداش تمومی نداره. وای این دختره باید همین الان بره. باید گم شه از خونه من. لرو شما هیچی نگین. دارم از استرس میمیرم. باید یه بهونه بیاریم. زود باشین ببینم. لرو چی میگی آیدا؟ خیلی ساده ای لروکس. خیلی تعطیل پیش و پا افتاده ای بود. فقط برای اینکه ببینم چی کار میتونی بکنی دوست دارم به همه بگم. اگه من و لروکس رو تو بغل هم توی وان همون میدید، اونم با لباس خواب. اینجوری شد؟ میشه خدیجه خانومم بگی بیاد؟ نیازی نبود به نگهبانی خبر بدینا.